در قیامت از شما قرآن شکایت می کند، حق مجازاتی شما را در قیامت می کند. در قیامت از شما قرآن شکایت می کند، حق مجازاتی شما را در قیامت می کند. آخرین قرآن همه وحی خدایی اکبر است، آخرین آیاتی روشن معجزی پیغمبر است. این کلام الله امانت از رسولی ازهر است، هیچ کافر با امانت این خیانت می کند. در قیامت از شما قرآن شکایت می کند، حق مجازاتی شما را در قیامت می کند. روزی محشر در میانی انبیا و اولیا، میکند قرآن شکایت در بساطی کبریا. در حضوری انبیا و اولیا و اصفیا، پس خدا تشکیل دیوانی عدالت می کند. در قیامت از شما قرآن شکایت می کند، حق مجازاتی شما را در قیامت می کند. من چی کردم با شما که خوار و زارم کرده اید، پیش هر نامذهب اعتبارم کرده اید. در میانی کوچه پرگرد و غبارم کرده اید، هیچ کس با دین و آیین این چناعت می کند. در قیامت از شما قرآن شکایت می کند، حق مجازاتی شما را در قیامت می کند. من کلامی روح و بخشی کبریایی بودم، معجزی پیغمبر و الهام خدایی بودم. من کجا ای قوم اسبابی گدایی بودم، هر کسی احکام دینش را رعایت می کند. در قیامت از شما قرآن شکایت می کند، حق مجازاتی شما را در قیامت می کند. ای که خود را تو مسلمان گفته ای اندر زمین، هیچ ملت با کتابش کرده رفتار این چنین. ای که خود را تو مسلمان گفته ای اندر زمین، هیچ ملت با کتابش کرده رفتار این چنین. شاهدی بر حال قرآن یا اله العالمین، سوره هایم یک به یک اقرار شهادت می کند. در قیامت از شما قرآن شکایت می کند، حق مجازاتی شما را در قیامت می کند. هیچ تورات شده پیشی یهودان مثل من، هیچ انجیل به خاک افتاده غلطان مثل من، هیچ زندی گشت پامالی مجوسان مثل من، هیچ هندوی چنین ظلم و وقاحت می کند. در قیامت از شما قرآن شکایت می کند، حق مجازاتی شما را در قیامت می کند. ای جماعت جامعی احکام ربانی منم، در جهان بالاترین